تغییر کردن همیشه فرایندی نامنظم و سخت بوده. به خاطر همین خیلی از آدم‌ها ازش دوری میکنن و نمیخوان از محیط امن خودشون خارج بشن. برای اینکه تغییر کنیم لازمه که مقاومت و فرار رو کنار بذاریم تا با تغییر کردن زندگیمون رو شکوفا کنیم. برای اینکه تغییر کنیم اول از همه از خودمون باید بپرسیم که برای چی میخوایم تغییر کنیم. هدف از ایجاد تغییر چیه؟ همه آدم‌ها تمایل دارن که به سمت شادی و شکوفایی حرکت کنن، اما چند درصدشون میتونن تغییر کنن؟ چند درصدشون میتونن دست از فرار بردارن و از محیط امنشون خارج بشن؟ آدم‌ها زمانی میتونن تغییرات رو ایجاد کنن که بتونن نیازهای اساسی زندگیشون رو ارضا کنن، مثل نیاز به ارتباط سالم با دیگران، نیاز به ارزشمند بودن، نیاز به تفریح و سرگرمی، نیاز به محبت و نیاز به پذیرش از طرف دیگران. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که برای تغییر کردن گاهی نیاز چند تا روش مختلف رو انتخاب کنیم و با آزمون و خطا بهترین روش رو برای تغییر انتخاب کنیم. برای اینکه بتونیم تغییر کنیم باید هدف داشته باشیم. هدف باعث میشه زندگی برامون معنا پیدا کنه. وقتی هدفی وجود نداشته باشه انگیزه‌ای هم وجود نداره. در نتیجه نیازی نمیبینیم تا بخوایم تغییر کنیم. در واقع زندگی بدون هدف مثل فوتبال بازی کردن تو زمینیه که دروازه نداره. برای تغییر با خودتون صداقت داشته باشید و از تغییر کردن برای بهتر شدن شرایط نترسید. گاهی وقتا باید از دیگران کمک بگیریم. تصور نکنیم که با کمک گرفتن از دیگران داریم ضعف خودمون رو نشون میدیم. چرا که آدمیزاد یه موجود اجتماعیه. به افرادی که بهشون اعتماد داریم تکیه کنیم و کمک بگیریم تا شاید روش بهتری برای تغییر رو در اختیارمون بذارن. تغییر تنها زمانی اتفاق میفته که انگیزه لازم برای تغییر وجود داشته باشه تا بتونیم آروم آروم از محیط امنمون خارج بشیم تا نتیجهش رو ببینیم. اکثر ما طبق عادت رفتار میکنیم و بدون اینکه آگاهی هوشیارانه‌ای داشته باشیم با اطرافیانمون ارتباط برقرار میکنیم. اگه منتظر باشیم که دستی از غیب بیاد تا برای ما کاری کنه سخت در اشتباهیم. پس باید با آگاهی و انگیزه تغییر رو ایجاد کنیم. باید با غم، خشم، اضطراب و شرم روبرو بشیم تا بتونیم دست به تغییر بزنیم. خیلی همون ممکنه بخوایم تغییر کنیم اما اهمال کاری میکنیم و پا پس میکشیم. فقط کافیه یک گام برداریم تا قدم‌های بعدی برامون روشن بشه.